سوره واقعه یعنی قیامت در مکه نازل شده است و از 96 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا وقعت الواقعه، هنگامی که واقعه برپا شود یعنی قیامت واقع شود. لیس لوقعتها کاذبه، که واقع شدن آن را یگان کسی دروغ گوینده نیست. خافضة رافعه، قیامت دشمنان الله را در دوزخ پست کننده است و دوستان الله را در جنت بلند کننده. اذا رجت الارض رجا، آنگاه که زمین به سختی بلرزد و بست الجبال بسا، و کوهها به پررگی ریزه ریزه کرده شوند. فكانت هباء منبثا، و چون غبار در هوا پراکنده گردند. و کنتم ازواجا ثلاثه، و شما ای مردم سه گروه خواهد شد. فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة، پس گروهی راست صاحب جایهای عالی اند. چی خوب است جایگاهشان. و اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، و گروهی چپ صاحب جایهای پستند. چی بد است حالشان. و السابقون السابقون، و پیشصفان سوی خوبی ها در دنیا، آنها پیشصفان سوی درجه ها در آخرت می باشند. کسانی که در دنیا در انجام دادن کارهای خوب پیشصفند، در آخرت پیش از همه وارد جنت می شوند. اولئک المقربون، اینها مقربان درگاه الهی هستند، نزدیک کرده شدگانند در نزد الله. فی جنات النعیم، در بهشت های پر ناز و نعمت خواهند بود. ثلة من الاولین، داخل می شود به جنت گروه از پیشینیان این امت و امتان دیگر. و قلیل من الاخرین، و شماره اندکی از پس آمدگان هستند. علی سرر موضونه، بر تخت های گوهر نشان خواهند نشست. متکئین علیها متقابلین، تکیه زده روبروی یکدیگر نشسته باشند. یطوف علیهم ولدان مخلدون، بر گردی آنها می گردند. برای خدمت آنها پسرانی همیشه جوان که پیر نمی شوند و نمی میرند. باکواب و اباریق و کأس من معین، با قدح ها و کوزه ها و جام های از شرابی که در جنت جاری است. لا یصدعون عنها ولا ینزفون، که از نوشیدن آن سردرد نشوند و نه از هوش می روند. و فاکهة مما یتخیرون، و این خادمان برای جنتی ها بیارند هر نوع میوه را که می خواهند. و لحم طیر مما یشتهون، و گوشت پرنده از هر نوعی که پسندشان باشد. و حور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون،
و برای آنهاست حورانی زنان شهلا چشم مانندی مرواریدهای در صدف پنهان کرده شده. جزاء بما كانوا يعملون. این همه نعمت‌هایی که برایشان داده می شود مکافات عمل‌های نیک است که در دنیا می کردند. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. در جنت نه سخن بیهوده می شنوند و نه حرفی که گفتن آن گناه باشد. الا قیلا سلاما سلاما. جو سخنی که سالم از این عیبها باشد و به یکدیگر سلام گویند. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. و اهل سعادت چی بزرگ است مکان و پاداش آنها. فی سدر مخضود و طلح منضود. در زیر درختان سدر بخار و درختان موز یعنی بنان که میوه هایشان بر یکدیگر چیده شده اند. و ظل ممدود و ماء مسکوب. و سایه دائمی و آبی جاری. و فاکهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. و در میان میوه های فراوان هستند که نه تمام می شود و نه منع می گردد. و فرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. و بسترهای بلند ما بیافریدیم زنهای اهل جنت را غیر آفرینشی که در دنیا بودند، یعنی آفرینشی کاملی که نابود نمی شوند، و آنان را دوشیزه یعنی بیکر گردانیدیم نزد شوهران دوست دارنده همسن و سال. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين. همه این نعمت‌ها برای اهل سعادت است، گروه بسیاری از پیشینیانند. و ثلة من الآخرین. و گروه زیادی از پس آمدگانند. و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. و اهل شقاوت آن بدبختان چی حالی بد دارند. فی سموم و حمیم. در باد گرم جهنم و آب جوشانند. و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. در سایه دود سیاه که این سایه نه خنک باشد و نه با عزت. انهم كانوا قبل ذلك مترفین. همانا اهل دوزخ پیش از این در دنیا در ناز و نعمت حرام بودند و سرکشی میکردند از آن چیزی که پیامبران برای آنها آورده بودند. و كانوا يصرون على الحنث العظیم. و همیشه بر گناه بزرگ یعنی شرک دوامت میکردند و نیت توبه نداشتند از شرک و گناه. و كانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون.
و می گفتند آن منکران روز قیامت: آیا زمانی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا باز ما زنده می شویم؟ یعنی به زنده شدن دوباره باوری نداشتند. او آباؤنا الاولون، آیا پدران نخستین ما نیز زنده می شوند؟ قل ان الاولین والآخرین، بگو ای پیامبر البته همه را اولین و آخرین فرزندان آدم لمجموعون الی میقات یوم معلوم، بیگمان در وعدگاه آن روز معین یعنی روز قیامت جمع کرده شوند. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، سپس شما ای گمراهان راه هدایت، دروغ شمارندگان وعده و عذاب الله، لآکلون من شجر من زقوم، حتما از درخت زقوم خواهید خورد، یعنی بدترین درخت. فمالئون منها البطون، و شکمهای خود را از آن پر خواهید کرد. فشاربون علیه من الحمیم، و بر بالای آن آب جوشانه که تشنگی را نمی شکند خواهید نوشید. فشاربون شرب الهیم، و مانند شتران مبتلا به بیماری تشنگی می نوشید. هذا نزلهم یوم الدین، آن چیزی را که دوچار می شوند از عذاب ضیافت است که تیار کرده شده است برای آنها در روز قیامت. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ما شما را ای آدمان از نیستی به هستی آفریدیم، پس چرا از نو زنده شدن را باور نمی کنید؟ افرأیتم ما تمنون، آیا شما می بینید آنچه آب منی را که می ریزانید در بچه‌دان زن؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، آیا شما آن آب منی را به صورت انسان می آفرینید یا ما آفریده ایم؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ما معین کردیم در میان شما مرگ را و هرگز عاجز کرده شده نیستیم. علی ان نبدل امثالکم و ننشئکم فیما لا تعلمون، از اینکه تغییر دهیم خلقیت شما را در روز قیامت و شما را به صورتی که از آن بخبرید از نو بیافرینیم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، و همانا شما خوب دانستید که الله تعالی نخستین بار شما را از نیستی آفرید، پس چرا قدرت الله را به یاد نمی آورید بر آن که او قادر است شما را دوباره خلق می کند؟ افرأیتم ما تحرثون، در آن چیزی کشت می کنید اندیشیده اید؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما می رایانیدش از زمین یا ما رایانیده ایم؟
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اگر میخواستیم هر آینه آن زراعت را گیاهی خشک و در هم شکسته میگردانیدیم که از آن فایده نمیدیدید، پس در این حال تعجب کنان میگویید إنا لمغرمون. البته ما زیان کرده و عذاب کردگانیم، بل نحن محرومون. بلکه ما از رزق و روزی به نصیب ماندگانیم. أفرأيتم الماء الذي تشربون. آیا در آبی که می نوشید اندیشیده اید؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. آیا شما آن را از ابر فرو آورده اید سوی زمین یا ما فرود آرندگانیم؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اگر می خواستیم این آب را شور می گردانیدیم که از آن فایده نمی دیدید، پس چرا شکر پروردگارتان را بر فرود این آب شیرین نمی گویید؟ أفرأيتم النار التي تورون. آیا در آتشی که از شاخهای درخت می افروزید اندیشیده اید؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. آیا درختش را شما آفریده اید یا ما آفریننده ایم؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ما آن آتش را که می افروزید خوشدار از دوزخ برای منفعت مسافران راه گذر متاع ساختیم. فسبح باسم ربك العظيم. پس با پاکی یاد کن ای پیامبر نام پروردگاری بزرگت را. فلا أقسم بمواقع النجوم. سوگند، یعنی الله سوگند یاد کرده می گوید سوگند با جایگاهی فرو رفتنی ستاره ها در غروبگاه آسمان. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. و این هر آینه خیلی سوگندی بزرگ است اگر بدانید. إنه لقرآن كريم. البته این قرآنه که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است، قرآنی بزرگ و گرامی قدر و فایده آور است. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. در کتاب نگاه داشته شده است که از چشم خلق پوشیده است، یعنی و این کتاب پنهان لوح محفوظ است که در نزد الله و فرشتگان منزلت بزرگ دارد. دست نمی رساند به قرآن مگر فرشتگان گرامی قدری که الله تعالی آنها را از آفت و گناهان پاک گردانیده است. یعنی و این چنین دست نمی رساند قرآن را مگر کسانی که پاک هستند از شرک، جنابت و بی‌طهارتی. تنزیل من رب العالمین. این قرآن کریم نازل شده است از جانب پروردگار جهانیان، یعنی پس آن حق است. افبهذا الحديث انتم مدهنون
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. آیا نسبت این کلام سستی و بی‌پروایی میکنید و به جای شکر نعمت‌هایی که الله به شما داده است شمایان آن را دروغ میبرید و کافر میشوید؟ یعنی در این آیت انکار است برای آنهایی که بی‌پروایی میکنند به امرهای قرآن و اعتبار نمیدهند به دعوت آن. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس چرا هنگامی که جان به حلقوم میرسد توانایی بازگردانیدن آن را ندارد وأنتم حينئذ تنظرون، و شما در این هنگام حاضر هستید و می‌نگرید، البته نمیتوانید. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. و ما از شما به او نزدیکتریم ولی شما نمیبینید. فلولا إن كنتم غير مدينين، پس اگر میتوانید این که در برابر اعمالتان جزا داده نمی شود ترجعونها إن كنتم صادقين، اگر راست میگویید آن روح را بازگردانید. هرگز نمیتوانید. فأما إن كان من المقربين، پس چون مرده از مقربان درگاه الهی باشد، یعنی از نزدیک شدگان درگاه الهی باشد، فروح وریحان وجنة نعیم، پس برای اوست هنگام مرگش رحمت و آسایش و گل خوشبوی و بهشتی پرنعمت در آخرت. وأما إن كان من أصحاب اليمين، و اما اگر مرده از یاران راست یعنی اهل سعادت باشد، فسلام لك من أصحاب اليمين، پس گفته می شود به او سلام و امان باد به تو از جانب یاران راست یعنی اهل سعادت. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حمیم، و اما اگر مرده از دروغ شمارندگانی بحث و گمراهان راه هدایت باشد پس او را به آب گرم و جوشان دوزخ مهمانی کنند. و تصلیت جحیم، و سرانجام او در افتادن به دوزخ است. این هذا لهو حق الیقین فسبح باسم ربك العظیم. البته این خبرهایی که ای پیامبر به تو ذکر کردیم همه راست و درست است. پس به نام پروردگاری بزرگت تسبیح گوی و او را پاک شمار از آنچه ظالمان میگویند. شما ترجمه معنای سوره واقعه یعنی قیامت را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 96 آیت عبارت است و این از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. کجای اگر ترجمان و یا ما به خطا راه داده باشیم طلب دعا میکنیم که الله تعالی ما را بیامرزد. آمین.